سلام و درود خدمت همه عزیزان. امیدوارم که عالی باشید، سلامت باشید. دوستان تو این ویدیو میخوام یک تجربه رو باهاتون در میون بگذارم و اونم ساختن یک معجون فوق‌العاده. من اسمش گذاشتم واقعا غول اشتها کش، برای کسایی که دارن از ماشفیت استفاده میکنن برای لاغری. اگر احیانا احساس کردید که متوقف شده اون کاهش وزن و یا خواستید یه شوکی بدید، بچه این ترکیب فوق‌العاده است. نصف لیوان شیر، یک پیمانه ماشفیت، یه ساشه ستریال یا همون چای فوری زعفران، یه ساشه هم چای سبز الم بیوتی. این ستا رو با هم قاطی کنید. میتونید یه مقدار گرما بدید. کافیه یه بار تستش کنید. برای شیرین کردنش هم از عسل استفاده کنید. دوستان یه بار استفاده بکنید، خودتون اثر این معجون رو خواهید دید. صبحانه بخورید، اولین وعده‌ای که دارید در روز غذا میخورید و من که احساس میکنم حتی تا روز بعدم میتونه اثر خودش رو داشته باشه. انشالله که ازش استفاده بکنید و نتیجه خوبی بگیرید از این محصولات فوق‌العاده شرکت نفیس.